سلام علیکم تماشابینان عزیز، برادران گرامی. در این نوار طرزی ماد کوگا چی خیلدن هر کوگ پراندن نشان میتیم. مثلا بعضن کوگایی هستن که نمیپرن، در حال نمیپرن. مثلا نمی کوگی سورکای وقتی قپیدگی خیلی اهل کردگی مثال بای کرگی نمیپرن. یکی میخواه هم نر میخواه هم ماده میخواه. برای خواستن اینا اول چو کردن در کار هم کوگا مست کردن در کار نره هم مادرم اگرون چیزای ویتامین دارش میتی اینا بی مادرم علکه میخواه که همو وای بکنه نزدیک شوا با همون نر علکه عقیب کشی داره. با همون خاطر یورا وای میکنیم یا جویا میکنی پیش از اونی که مثال بو پرونیش میشه وایش مادرم میتی یگون خوراکای نغزش میتی پیسته های با دومای دونه یگون دومه های نغزش میتی نرم باشه همه خیلی نر همه شیرمست بشوه. اگر علکه دیگه بعضا نروی هستن که همه شیرمست بشوند دیگه همه خواهش دارن یا گهی مادر بی نزدیک میشوه. این مادری که همه خیلی وای کردش علکه تیارای برای وای کردن تیارای پوش رفتن میگن یا که مثال برای همون تخم کردن و برای همون نر به خودش نزدیک کردن تیارای نبینده علکه میخواه. یکی نر عقیب کشی داره حتی اون میخرایست میره آخر میره برای اینه چیکار میکنیم از حالش نزدیکتر میکنیم. نزدیکتر که کردی در هم میپرش همی یکم بار قینیش یه بار بپره یه بار که پری دیگه تمام و همون هیشکاری علکه دیگه خودش دویده پریدن میگیره. یک کوگی توجیکی همی خیلی کوگی گیبرید آسانه گیبرید دولن وای کارش آسانه وای همون بعضی مست هم نباشه گیبرید میپره. یک کوگی نری خدمانه تو مست نکنیم ماده ها را میزنن و همون خاطر این بین قفص در جای میکنیم یا جایی که کریم در هم میپرش نگه نه سیده بروای میکنه نه تمام خلاص همین برادرای عزیز.